درصد آدما این 5 تا نکته رو موقع رژیم کاهش وزن رعایت نمی‌کنن که اگه رعایت بکنن صورتشون دیگه لاغر نمیشه. پروتئین دریافتی تو هر رژیمی که باشی باید بدونی به ازای هر کیلوگرم از وزن بدنت چند گرم پروتئین باید دریافت کنی روزانه. تو کپشن برات نوشتم. اگه خواب کافی نداشته باشی میتونه اختلالات خیلی زیادی توی هورمونات ایجاد کنه و موجب لاغر شدن مفرط صورتت بشه. اگه توی طول روز آب کافی نخوری توی رژیم مطمئن باش صورت لاغر میشه. توی رژیم تا میتونی فیبر مصرف کن. کالری اونچنان بالایی نداره ولی مطمئن باش به سلامت پوستت و لاغر شدن یا نشدن صورتت خیلی کمک میکنه. توی رژیمت حتما از چربی‌های مفید استفاده کن. منابعش رو تو کپشن نوشتم. آخرین و مهمترین نکته، اگه تمرین مقاومتی نداشته باشی باقیش مفت میارزه.